خب سلام دوستان عزیز، خوش آمدید در یک ویدیو دیگه. بازم با مثالی از دوم با این مثال میخوایم کار کنیم. این مثال چقدر کارونه. خب این مثال ساخته شد از دو تا موتور کرده و تا موتور با فریکانسی کار کنه. یعنی میتونیم که سرعت موتور رو تغییر بدیم. خب این سرعت موتور اولی رو میتونیم با پروگرام مثلا مورد دلخواه خود تهیه کنیم، یعنی بنویسیم چقدر باید سرعت داشته باشد. اما سرعت دوم موتور بعدی ما با یه تگمه آنالوگ مثلا نمیدونم شبیه از این چیزای رادیو وری هستن، نمیدونم اسمش دقیقاً چیه، واقعا نمیدونم اسمش چیه در فارسی. خب با این میتونیم سرعتش تغییر بدیم، کم زیاد کنیم یعنی. اما این موتور دومی را، این موتور اولی رو با پروگرام میتونیم سرعتش تعیین کنیم. خب دو حالت دارم، حالت دستی و حالت اتومات دارم. دیگه چیز نداره دیگه. قبلی یه دونه دیسپلی داره که مثلا میشماره. خب اینجا این دوتا موتور ما، اینم کانتر ما، دیسپلی ما دیگه، اینم سانسور ما. اما بوفر ولیو از جنسی چیز هم هست. تازه ولتاژ از 0 تا 10 مثلا چی میتونه بگیره، ولتاژ میگیره. ولتاژ رو مثلا کم زیاد کنیم، سرعت موتور دومی یعنی اکست کانور هم زیاد میشه سرعتش. همین بوفر کانور سرعتش میتونیم در پروگرام کم زیاد کنیم. اینا از جنس چیز آنالوگ. خب اینا هم دیجیتال مایه. ما اینجا یه حالت چیم داریم، مانوال داریم. اینا از مانوال ما. خب میریم روی پروگرام. خب اینم واریابلای ما در پروگرام. اتوماتیک ایمرجنسی استاپ، اینا هم همه چیزه بولیانه. خب همه چی بولیانه. اینا وردی های ماست، اینپوت مایه یا در آلمانی او اینگانگ مایه. خب اینا هم اوتپوت مایه، هم از جنس بولیان. در آلمانی میشه اوسگانگ. خب اینا هم که هم وردی ما از جنس انالوگه که اینجا به ورد نوشته شده، البته با پروگرام خداست. خب اینا هم خارجی های ما هم از جنس انالوگ، اینا هم جنسیت ورد. خب این هم پروگرام ما. در ویدیو قبلی خیلی چیز زیاد بوده، صدای رادیو. خب الان یه دفعه پروگرام رو تست کنیم چه رقمی کارونه. بعد این پروگرام رو دوباره توضیح میدیم دیگه. هم قسمت وارد قسمت من پلیسی خرانم. الان پلیسی من استارت شد. اینجا من فور بدون هستم، یعنی هر دوش با هم کنیکت هم، یعنی فور کنوفن یا هر چیزی کنکشن یا هر چیزی. خب الان نگاه کنید، مثلا که من استارت بزنم حالت دستی باشد نلخنه، این صورت کار مونه.
اما ما میخوایم سرعت زی ماشین دوم را زیاد کنیم. از اینجا میتونیم ما سرعت زی ماشین دوم زیاد کنیم. اون نگاه کنیم، این موتور بعدی سرعتش خیلی زیاد شد. اینم استارت، باید سرعتش میاره استاپ کنم. الان شد استاپ و استارت بزنم. آره باید ریست کنم، باید استارت کنم. آره این دقیقا با این بوفر ولیو میتونیم سرعت موتور دوم را مشخص کنیم، چه سرعتی مثلا حرکت. اما با فرکانسی کار میکنم. نگاه با سرعت کم با سرعت زیاد. این همین کار. خب میریم روی پروگرام توضیح میدیم پروگرام چقدر میکنه. این سانسور اکتور ما. خب اینا دو تا خروجی ما رو میخوان از جنس آنالوگ. اون خروجی هایی که از جنس آنالوگ داشتیم دو تا اردو موتور. خب میبینیم که حافظه ما رو میخوانم. خب اینم که بدونم که از این چیز هستم، امرجنسی و ریست و استارت، یعنی همو کاری از استاپ و استارت این مرحله هستن. این هم مرحله بلینکن بود، وقتی استاپ رو میزدیم بلینکن میکرد، یعنی خاموش روشن میشد. خب این هم حالت اتومات ما. حالت اتومات رو در صورتی بزنم بتونه اتومات ریست کنه و حالت دستی ریست کنه. اینجا هم حالت دستی ماست، در صورت دستی رو بزنم اتومات ریست کنه اما مانوئل ریست کنه. خب پروگرام ما از اینجا شروع میشه. پروگرامی موتور از اینجا شروع میشه. در صورت که یا حالت دستی باشد یا اتومات باشد، هر کدومش باشد، خب ما میگیم یه دونه انرژی استاپ پالت داریم. استاپ پالت داریم، یعنی چیز این تیغه که سمت بال میاد. این در صورت نوت باشد، یعنی سمت چی باید اولیشی، یعنی ست نباشد. یعنی عدد 4 را ما میخوایم در بخش موتور اولی برای بوفر ولیو، بوفر کانور موتور عدد 4 خب باز در بوفر ولیو ما میخوایم که عدد ما، یعنی بزرگتر از 4 باشد، یعنی همین قیمت چی زیادتر از 4 باشد، یعنی کوچکتر از 4 نباشد، ببخشید کوچکتر از 4 نباشد. قیمت چی بین 4 باشد، چون این 4 از صورت از این باید به اندازه امضی باشد، یعنی این، یعنی همیشه وقتی این صورت 4 گرفت یک کمی پایین تر از 4 نگرفت، مثلا به اندازه پزی پس مندنش، یعنی این حداقل 4 رو بگیره، 4 یا هر چیزی. این دیگر را بدی این کانور دوم. در صورتی که ممکن بزرگتر و مساوی به 4 باشد. آره یعنی بزرگ و مساوی به 4 باشد،
ما میگیم هر قدر که بزرگ مساوی 4 یعنی چی؟ اینجا ما چون ما برش قیمت میدیم، مثلا هر قدر به سمت بالا رفتیم با همه صورت خب به همه اندازه سرعتش هم اما تغییر مونه دیگه. وقت تغییر کنه اونمو تغییری که ما میدیم مثلا 5 باشه 6 باشه بالاتر از 4 باشد، اونمو تغییر بخشی از این موتور از ما میدی برای حرکت موتور، یعنی سرعت موتور هم زیاد. خب باز این مرحله بعدیش هم که همون سید رسیده. خب این مرحله ما باید رسید چنه. خب مرحله بعدی ما در صورت سید چنه اینجا این موتور این سانسور ما یک دونه اف ترگت روان کنه، یعنی اف ترگت خاصه چی با همون نگاتیو فلان که ای هسته که مثلا ای حافظه داره و حافظه نداره. این شبیه یک فرق بین دقیقا اینجا این الان این با این شبیه ای کار یعنی سه شده مون، اما او در پروگرام های چی مثلا و دیگه نگاتیو تراگر یک این مثلا خود روی او حالت استاسر فرق از او. خب مگم این در صورت از اینجا کاملا رد شد این کارتون ما، این کارتون ما از این کاملا از این سانسور رد شد. خب ما میگیم اما تیغه ما را استاپ چیز کنه رسید کنه سمت بالا بره، در صورت که سمت چیز باشد سمت بالا باشد و یک صفر چرا دیگه برسونه یعنی رسید کنه موتور اولی ما. خب چون از جنس انالوگه با سید رسید کار نمیکنه دیگه، باید صفر برسونه، یعنی صفر حالت ایستاده یک دونه حالت صفر از این موتور اولی ما بدیم، یعنی سرعتش کاملا صفر نباید خود مرحله هم سید رسید چه. در بعدش مرحله بعدی ممی دیگه خب امرجنسی ما آن باشد، استارتینگ ما زیده باشد، این مرحله هم تمام شده باشد. خب یک دونه اد اکسید داریم، یک دونه از چی سانسور اد اکسید داریم این سانسور. خب این سانسور هم شبیه از سانسور در صورتی که اون کارتون کاملا از رد چینه مگیم دوباره امی استاپلت ما را چیز کنه رسید کنه یعنی سمت پایین بره و خب مرحله ما در صورت که استاپ نباشد و حالت دستی باشد یا اتومات باشد هر کدوم شی خب بتونه دوباره امی حالت خود بچرخونه. دوباره اکتیویغن ما روشن کنه، اکتیویغن ما در جا بود اینجا بود، اکتیویغن ما هم اینجا روشن شد با کلید هم دوباره از خود مرحله روشن شد. در صورتی که استاپ نباشه مرحله استاپ نباشه مرحله حساب نباشه. اینجا خروجی از این خروجی از این چیو خروجی آره این خروجی از این اف تارگت دوی ما اف تارگت دو نگاه کن خروجی اف تارگت دوی ما در صورت که از اینجا رد شد خب یک به صورت بالا جمع کرده بود یعنی باز خروجیش